دکتر ادوارد کیل باستانشناس انگلیسی کانادایی است که در زمینه تاریخ و تمدن ایران باستان تخصص دارد. او نزدیک به 50 سال با موزه سلطنتی اونتاریو همکاری داشته و استاد بازنشسته دانشگاه تورنتو است. من در واقع 3 ماه قبل از شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 به دنیا اومدم. پدر و مادرم جنوب لندن زندگی می کردن. پدرم در یک شرکت تولیدی مهندس بود. من هیچ وقت نمی دونستم کجا به دنیا آمدم، چون هیچ وقت به اونجا برنگشتم. خانوادم اومدن شهر لینکلن و من اونجا بزرگ شدم و تا 18 سال بعد که رفتم دانشگاه همونجا بودم. یه خواهر دارم که 2 سال از من بزرگتره و هنوز هم انگلیس زندگی میکنه. یه خواهر دیگه هم دارم که 5 سال از من کوچیک‌تره و الان آفریقای جنوبی زندگی میکنه. وقتی دبیرستانی بودم لاتینی و یونانی رو یاد گرفتم. استاد زبان یونانی فهمیده بود که من خیلی علاقه ندارم ادبیات یونانی و لاتینی رو ادامه بدم، ولی میدونست که دارم به باستانشناسی علاقه‌مند میشم. من تو بچگی در زمینه هنر و طراحی اشیا کارم خیلی خوب بود. استاد یونانیم بهم گفت که از دانشگاه منچستر یه استاد داره یه مأموریت میره ایران و به یه نقشه بردار نیاز داره. منم به کتابخونه محلمون در لینکلن رفتم و یه کتاب در مورد نقشه برداری در باستانشناسی گرفتم. بعد خودمو به دانشگاه منچستر معرفی کردم و گفتم که با خبر شدم شما نقشه بردار نیاز دارین. من میخوام همراه شما بیام. من هیچی در مورد ایران نمیدونستم. یک کتاب دیگه از کتابخونه گرفتم که در مورد تبریز بود، چون این شهر نزدیک محلی بود که ما قرار بود در آذربایجان کار کنیم. من اصلا نمیدونستم تبریزی‌ها چرا به زبون ترکی یا ترکی آذری حرف میزنن، ولی به هر حال این آغاز ماجراجویی من بود. خب من سال 1962 به ایران رفتم و بعد افراد دیگه هم من رو برای کار استخدام کردن. حدوداً 1 سالی اونجا بودم و در طول اون مدت شروع کردم به یادگیری زبان فارسی. یک کتاب خودآموز فارسی گرفته بودم و وقتی تو خیابونای تبریز بودم خیلی هیجان زده بودم که میتونستم نوشته های روی ماشینا رو بخونم. نوشته رو با خودم میخوندم: ت آ کاف سین ی تاکسی، و خیلی هیجان زده میشدم. این شروع ماجراجویی ایرانی من بود. خب اولین مأموریت ما در آذربایجان و یانیک تپه بود. دیوید استروناخ که رئیس بخش مطالعات ایرانی بریتیش انستیتو در تهران بود، در سالهای 1962 و 1963 از من دعوت کرد تا به پاسارگاد که کانون اصلی حفاریای خودش بود برم. ما ماه‌های اکتبر و نوامبر اونجا بودیم. شبها هوا خیلی سرد میشد، جوری که آب یخ میزد، ولی در نور مهتاب آرامگاه کوروش که درست نزدیک محل اسکان ما بود یه تصویر جادویی پیدا میکرد. دکتر کیل هم در خیلی از حفاری‌های باستانشناسی در ایران شرکت داشت، اما مهمترین مأموریت او در ایران حفاری قلعه یزدگرد در منطقه دلاهوی کرمانشاه بود. من بعد از 1 سال کار و اقامت در ایران به انگلیس برگشتم تا پدر و مادرم رو ببینم. طبق معمول با اتوبوس و مترو این ور اون ور می رفتم. کریستوفر ویتمن یکی دیگه از دانشجویان بریتیش انستیتو که داشت در زمینه مطالعات گروه اهل حق که یک گروه مذهبی در کردستان بودند تحقیق می کرد. اون برام گفت که چطور از یکی از مکانهای مذهبی اونها دیدن کرده. اون این دیوارها رو دیده بود. اون دیوارها دور تا دور یک محل که به نام یزدگرد شاه بود. خب من تصمیم گرفتم که اون مکانو هدف اصلیم قرار بدم و برم اونجا رو ببینم و آثار اونجا رو بررسی کنم. کاشف به عمل اومد که 100 سال پیش ارتش بریتانیا یک مأموریت نظامی در اون منطقه داشته و سرگرد راولینسون یه لشکرکشی به غرب ایران کرده بوده و
به نیابت از سلسله قاجار از مرز بین ایران و عراق پاسداری می‌کرده. جالبه که در بحبوحه جنگ ایران و عراق هم زمانی که صدام حسین سعی می‌کرد به داخل ایران نفوذ کنه، ارتش ایران در دهه 1980 در همون برج‌های قدیمی استحکامات اشکانی مستقر شده بود و تدارکات سنگینی دیده بود تا از جاده‌ای که از قصر شیرین به کرمانشاه میرفت و از میان دروازه‌های باستانی زاگرس میگذشت دفاع کنه. پس من اولین انگلیسی اونجا نبودم، ولی اولین نفری بودم که یک نگاه باستان شناسانه به اون منطقه داشتم. در دهه 1960 که جوان بودم 2-3 سالی در ایران موندم. چون برای آمریکایی‌ها کار می‌کردم با دانشگاه شیکاگو تماس گرفتم و از اونا پرسیدم به برنامه قلعه یزدگرد من علاقه دارن و در جواب گفتن نه، اونجا در محدوده اختیارات ما نیست، ولی برای مطالعات سایت نیپور در عراق به یک متخصص دوره اشکانی نیاز داریم. میخوای همکاری کنی؟ من فوراً ابراز علاقه کردم و رفتم عراق و تقریباً 1 سالی از طرف دانشگاه شیکاگو اونجا فعالیت میکردم. در همون دوره‌ای که من در نیپور بودم، مدیر مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو هفته از اونجا بازدید کرد. در جریان یکی از مراسم‌های شام که دور میز نشسته بودیم، اون گفت خب ادی کیل، بقیه عمرت میخوای چی کار کنی؟ منم گفتم خب از این شیوه زندگی خیلی خوشم میاد، احتمالاً ادامش بدم. اون به هم نگاه کرد و گفت چیزی که لازم داری اینه که دکترا بگیری. منم گفتم خب چطور دکترا بگیرم؟ اون گفت حالا یه فکری میکنم. هفته بعد یه تلگرام برام اومد که نوشته بود من برای دوره تابستانی سال 1967 در گروه تاریخ هنر اسلامی در دانشگاه میشیگان ثبت نام شدم. خب کارمو با یه خورده مطالعه در مورد اسلام شروع کردم و سال 1971 مدرک دکترامو گرفتم و بعد اینجا در تورنتو در بخشی که بهش میگیم دپارتمان غرب آسیا در موزه سلطنتی اونتاریو مشغول به کار شدم. من تشویق شده بودم و در واقع انتظار داشتم که تشویق بشم تا کار باستانشناسی رو در جایی که میخواستم ادامه بدم. چون ما در دپارتمان غرب آسیا مشغول کار بودیم و غرب آسیا از شمال آفریقا تا هند از جمله ایران رو در بر می گرفت. من تصمیم گرفتم دوباره به سراغ برنامه‌ام برای کاوش در قلعه یزدگرد برم که در واقع مأموریت اصلی من برای بریتانیا در سال 1965 بود و حالا سال 1975 بود و 10 سال گذشته بود. مجموعه تاریخی قلعه یزدگرد در غرب ایران در نزدیکی سر پل ذهاب قرار دارد. در راه رسیدن به این قلعه بعد از پیمودن مسافت کوتاهی از منطقه ریجاب به روستای زرده می رسیم. قلعه یزدگرد در پایین دست کوههای دالاهو قرار دارد. این قلعه اسرار زیادی در دل خود دارد و همین به دکتر کیل انگیزه داد تا در این منطقه باستانی کاوش کند. سال 1975 من دیگه ازدواج کرده بودم و یه دختر کوچیک داشتم و پروژمون رو در بانزرده مستقر کردیم. اون روزا موزه سلطنتی اونتاریو فعالیت‌های زیادی در ایران داشت و ما تجهیزاتی داشتیم که در کرمانشاه انبار شده بود. ما یک کامیون اجاره کردیم تا چادرها و وسایل آشپزخونه رو به محل سایت ببریم. ولی اون روزا جاده‌ای در کار نبود و فقط یه مسیر خاکی بود. وقتی کامیون به ته در رسید طوفان شد و گفتن ما از این جلوتر نمیریم و همه وسایل رو خالی کردن و رفتن. ما موندیم و همون ته دره با جعبه های تجهیزات نشستیم. بارون شدیدی می اومد. هوا داشت تاریک می شد. دختر
6 ماه هم توی پتو پیچیده بودیم. بعد از تپه رفتیم بالا و من سمت روستا داد زدم و گفتم کمک کمک. یه نفر از روستا جوابمو داد، ولی من حرفاشو نمیفهمیدم چون کردی صحبت میکرد. روستایی ها میگفتن تو کی هستی؟ و من بلد نبودم جواب بدم و خب اونا هم برای کمک نیومدن. ما راهمونو به سمت بالای تپه ادامه دادیم و به خونه‌ای که درویش ها توش اقامت داشتن رسیدیم. یه جایی که اسمش امامزاده داوود بود. من در زدم و از داخل اونا گفتن کیه؟ و من احمقانه ترین جواب عمرمو دادم و گفتم منم. به هر حال اونا ما رو راه دادن، لباس خشک بهمون دادن و ما شب اونجا موندیم. روز بعد روستایی‌ها یه روستای بانزرده اومدن کمک کردن وسایلمون رو ببریم بالای تپه و بعد یه خونه از شخصی به اسم رستم اجاره کردیم و چادرها رو روی سقف خونه گذاشتیم. سال 1975 که تصمیم گرفتیم پروژه ایران رو دوباره راه اندازی کنیم، وضعیت فرق داشت. تا قبلش فقط من بودم، یه مرد مجرد تنها و به همین دلیلم زندگی تو روستا برام آسون بود. اما با گروهی از همکاران مرد و زن کانادایی که رابطه فامیلی هم با هم نداشتن، اول از همه پیدا کردن جایی برای اقامت در روستا خیلی سخت بود. نه دستشویی در کار بود و نه حمام. برای همینم فکر کردم مجبوریم بیرون روستا چادر بزنیم. بعد تصمیم گرفتم یه محل اسکان بسازم، چون انتظار میرفت مدت طولانی اونجا کار کنیم و من یه تیکه زمین از یه روستایی به اسم دوستعلی خریدم و در فضای باز دامنه تپه شروع کردیم به ساخت. در فصل حفاری سال 1976 در قلعه یزدگرد کاوش‌های خیلی موفقی داشتیم. اداره باستانشناسی ایران هر سال همایشی برگزار می‌کرد و باستانشناسانی که در طول سال تحت نظارتشون کار کرده بودن در اون همایش مقالاتی ارائه می‌دادن. در دوره برگزاری همایش ما در موزه ایران باستان بودیم. منم یه ویترین داشتم با چند تا از اشیایی که در اون فصل حفاری کشف کرده بودیم. شهبانو فرح با بالگرد اومد سمت موزه و بعد اومد تا با باستانشناس ها دیدار کنه. دکتر فیروز باقرزاده مدیر اداره باستانشناسی بود و وقتی به من رسیدن منو به شهبانو معرفی کرد و گفت این آقای دکتر فارسی هم بلده. منم به فارسی یه چیزایی در مورد اشیایی که در ویترین بود به شهبانو گفتم. بعدش خیلی به خودم افتخار کردم که تونستم بدون اینکه گیر کنم منظورم رو برسونم. خوشبختانه. در آن روز پر از نسترن همه بستان بود، میدیدم گل صحرا همه خندان بود، دست موزه سلطنتی اونتاریو در تورنتو یک نمایشگاه موقتی در دپارتمان خاورمیانه برگزار کرد تا به طور ویژه نتایج کاوش‌های دکتر کیم در قلعه یزدگرد را به نمایش بگذارد. این عکس من و دخترمه حدود 30 سال پیش و مربوط میشه به مدت‌ها پیش که این داستان شروع شد. اینجا یه محوطه به مساحت 25 کیلومتر مربع از کوههای زاگرسه که اطرافش با دیوارهای دفاعی مستحکم و خیلی پایدار احاطه شده. اما در قلب این ساختار این تزئینات معماری پرشاخ و برگ رو میبینین.
پس اینجا فقط یک قلعه نظامی نیست. برداشت من اینه که بانی این بنا فرد متمولی بوده که این قلعه رو در دامنه کوه ساخته بوده و در واقع از کاروان‌هایی که از سمت مدیترانه به مرکز ایران می‌رفتن خراج یا مالیات راهداری می‌گرفته. با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق، مدرسه و منازل مسکونی بازسازی شده در اطراف بقایای آتشکده آن را در معرض خطر قرار داده بود. 2 دهه بعد سازمان حفاظت از آثار باستانی سایت حفاری قدیمی را با مدیریت یوسف مرادی دوباره راه اندازی کرد و طرحی برای حفاظت از این بنای تاریخی تدوین شد. مشارکت من در پروژه قلعه یزدگرد بلافاصله بعد از استخدامم در سازمان میراث فرهنگی در سال 2002 شروع شد. از وقتی که تیم باستانشناسی کانادایی به سرپرستی دکتر ادوارد کیل بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979 این محل رو ترک کردند، هیچ اقدامی در زمینه حفاظت از آثار باستانشناسی در این محل انجام نشده بود. متاسفانه آتشکده زرتشتیان ساسانی گشتاور به خاطر مقاصد نظامی تقریباً با خاک یکسان شده بود و جویبار فصلی که از کاخ اشکانی گچ گنبد میگذشت بعضی از بقایای باستانی و معماری رو از بین برده بود. بعد از اولین دیدارم از این سایت در سال 2000 با مسئولان دولتی و محلی چندین جلسه داشتم تا برای تعیین بودجه حفاظت از سایت گفتگو کنیم. خوشبختانه اونا موافقت کردند و من در همون سال به عنوان مدیر پروژه منصوب شدم. من اونقدر خوششانس بودم که تونستم حفاری سایت گشتاور رو که بخشی از اون به دست پروفسور کیل انجام شده بود از سر بگیرم و بی نهایت افتخار میکنم که با همکاری پروفسور کیل یه مقاله در مورد این آتشکده فوق‌العاده مهم زرتشتیان نوشتم. این بخش از کتابخونم همه کتابهاش در مورد ایران باستانه. یکی از کتابهای مورد علاقم این کتاب خیلی رنگارنگ به نام هنر ایرانه و من در نوشتن بخش اشکانی اون سهیم بودم. این مجسمه مربوط به یکی از تزئینات باستانی قلعه یزدگرده. من اینجا کاتالوگ نمایشگاهی رو دارم که سال 1983 در تورنتو برگزار کردیم و شامل عکس چند تا از اشیایی میشه که از حفاری قلعه یزدگرد در دهه 1970 به دست اومده. میتونم شما رو ببرم بیرون فضای خونه و نمونه مشابه یکی از قطعاتی رو که در ایوان جلوی خونم دارم نشونتون بدم. یه هنرمند همینجا در تورنتو برای یه نمایشگاه درستش کرده. ما این زواید رو از روش پاک میکنیم و گاهی چیزی که بعد میبینیم یه غافلگیری بزرگه. اینجا سر یه موجود منقاردار رو میبینین که بال و دم داره و پشتش هم یکی مشابهشه که اینجاست. دمش هم اینجاست. این هم سرشه. این یکی هم گردن یه گوز رو گاز گرفته. این سر یه گوزنه با شاخاش. این یه صحنه اساطیریه که از دل اسطوره‌های کلاسیک خاورمیانه و دنیای طراحی‌های هنرمندانه اومده. من اینجا روی دیوار خونم یه قطعه دیگه دارم. اینم نمونه بدلی از یه قطعه از تزئینات معماری در قلعه یزدگرد. یه حیوان بالدار رو ترسیم کرده که سر عقاب داره و میتونین منقارش رو ببینین، ولی بالهاش بال طاووسه. در اواخر قرون وسطا در ایران این موجود به عنوان سیمرغ شناخته میشد که مثل یه سگ پرنده است، ولی میبینین که این سر عقابه و در واقع یه جور شیرداله که در اساطیر ایرانی قدمت خیلی بیشتری داشته. چیزی که در مورد حفاری
باستانشناسی حقیقت داره اینه که ما میدونیم دنبال چی میگردیم، اما لزوما نمیدونیم کجا پیداش میکنیم. دوست دارم با کار معدنچی‌ها یا جستجوگران طلا مقایسش کنم. اونا احتمالاً میدونن که کدوم کوه در دلش طلا داره و ممکنه سالها وقت صرف پیدا کردنش کنن، ولی یکی دیگه خیلی سریع بهش برسه. باستانشناسی هم یه خورده شبیه همینه. من در تمام اون سایت دنبال سفال میگشتم. در سطح زمین سفال پیدا کردم، ولی اصلا زیر لایه ها و موقع حفاری چیزی پیدا نکردیم. این موقع بود که روستایی‌ها گفتن چرا زمین کج گنبد رو حفاری نمی کنی؟ رفتیم اونجا و حفاری رو شروع کردیم. باز هم به سفال بر نخوردیم، ولی بعد یهو فهمیدم که دو طرف این محل دیوار بوده و در کمال حیرت و به معنای واقعی کلمه به خودم گفتم اوه خدای من، این یه دیوار تزیین شده بوده. همینطورم بود. اونجا دیوار یک کاخ بود و ما تا عمق 4 متری حفاری کردیم تا به کف کاخ رسیدیم و تمام اون مکان پر از تزیینات بود. خب من در اون حفاریا اصلا سفال پیدا نکردم، اما واقعا لحظه غافلگیر کننده و هیجان انگیزی بود. در خانه دکتر کیل علاوه بر کتاب‌ها و اشیای ریز و درشت، نقاشی‌هایی هم به چشم می‌خورد. آثار سرزمینی که سالها در آن زندگی کرده و یادآور خاطرات فرهنگ و مردم آن کشور است. من یه همکار خوب و دوست خانوادگی داشتم به اسم پیتر میچل که سالها در ایران با هم همکار بود. متاسفانه الان فوت کرده، ولی یه مجموعه های جمع‌آوری می‌کرد مثل این نقاشی که مال اون بود و من ازش خواستم به عنوان یادگاری از دورانی نگهش دارم که با هم در مناطق مختلف ایران کار می کردیم. این نقاشی زورخونه یا به عبارت دیگه ورزشگاه مردانه که در اون وزنه‌های سنگین بلند می کردن و همچنین بعضی حرکات ژیمناستیک رو انجام می دادن. من چیز زیادی راجع به زورخونه نمیدونم، ولی بخش مهمی از جامعه ایرانی بوده. من کارمو از ایران شروع کردم، ولی بعدش به ترکیه رفتم و در شرق ترکیه با انگلیسی ها کار کردم و در عراق با آمریکایی ها کار کردم. برای کاوش های باستانشناسی عمان هم بودم. چندین سال هم در یمن فعالیت می کردم. در یه پروژه در لیبی هم کار کردم. همیشه میگم هر جا که من رفتم بعدش یه دردسری درست شده. وقتی در حال برنامه ریزی برای کاوش در ماه سپتامبر اون سال بودم، یعنی سپتامبر سال 1978، اوضاع اینطور به نظر می رسید که همه اون شلوغی ها زود گذره و شاه سر جاش میمونه. بنابراین من برای اعضای گروه حفاری نوشتم که همه چی خوبه و CIA از شاه حمایت میکنه و هیچ مشکلی پیش نمیاد. همش به این دلیل بود که من اطلاعات کمی داشتم و همه چیز خیلی سریع به سمت انفجار پیش رفت. یه سری مشکلاتی بود البته. مثلا من باید میرفتم کرمانشاه تا از بانک پول بگیرم و دستمزد کارگرها رو بدم. فکر می کنم چیزی حدود 10,000 تا زن چادری دیدم که در یک راهپیمایی سکوت علیه رژیم تو خیابونا راه میرن. خیلی ترسناک بود چون نشون میداد که این انقلاب قدرت داره.
سال 1978 وقتی به خاطر انقلاب اوضاع برای ما در کمپ حفاری تیره و تار شده بود، من دیگه نگران شدم، چون دیوار دفاعی خوبی در اطراف مجموعه کاناداییمون نداشتیم. یکی از روستایی‌ها به نام دووا گفت که تو زمینش یه مقدار سنگ هست و کاملا راضیه که ما برشون داریم و دیوار دفاعی مجموعمون رو یه خورده بالاتر ببریم. کاشف به عمل اومد که علت این که اون سنگ‌ها تو زمینش روی هم جمع شده بودن این بوده که روی بقایای یک اثر باستانی قرار گرفته بودن. مشخص شد که اون اثر باستانی در واقع یک آتشکده زرتشتیان دوره ساسانی بوده که قرنها پنهان بوده و ما تصادفی پیداش کردیم. در مورد نامگذاری قلعه به نام یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، چندین روایت پراکنده و بی‌سند وجود دارد. افسانه‌ای که این اثر باستانی رو به شاه یزدگرد مرتبط میکنه کاملا غلطه. غیر ممکنه که مربوط به یزدگرد پادشاه بوده باشه. اول از همه یزدگرد در جنگ قادسیه در جنوب عراق با اعراب روبرو شد و بعد در حومه تیسفون از اینکه نیروهای ورزیده‌اش به اون سرعت شکست خوردن غافلگیر شد و خودش به داخل ایران فرار کرد. پس عملاً امکان نداشته که این قلعه رو در مرز ایران برای مقابله با اعراب بسازه. پس برای فهم اون چه پشت پرده است چه کار میشه کرد؟ به نظر میاد که اهل حق در شکل گیری این افسانه ها دست داشتن، چون اونا هم مثل خیلی از ایرانی‌ها دوست دارن به گذشته پیش از اسلام فکر کنن و یه جوری به سنت ایرانی وصل بشن. متون یا دست‌نوشته های دیگه هم داریم که از بابا یادگار حرف میزنن که میگه من از سرزمین یزدگرد یا یزدگرد سرای هستم. بعد از قرن 16 میلادی یا همین حدود شاهد این سنت هستیم که بعضی آثار باستانی رو به یزدگرد مرتبط میکنن، با اینکه این برداشت از اساس تخیلیه. پس ما یه وضعیت کاملا گمراه کننده داریم. این آثار حتما باستانیان، اما به نظر نمیاد که متعلق به یزدگرد پادشاه بوده باشن. ممکنه دلایل قاطعی برای حضور یزدگرد در اونجا باشه، اما برآورد تاریخی از اون سایت نشون میده که این آثار متعلق به دوره او نیستن. برای مثال مناطق دیگه‌ای در تمام این فلات وجود داره که با این نام گره خوردن، مثل میدان یزدگرد، نقاره‌خانه و آشیابا که کلمه کردی برای آسیابادی بوده و آشپزگاه. خب تمام این اسامی از جنبه اساطیری با نام یزدگرد گره خوردن. ارزیابی من این بود که این آثار به دوره ساسانی مربوط میشن، نه به شخص یزدگرد. یه پادشاه ساسانی خیلی مشهور دیگه به نام بهرام گور هم هست. یکی از جغرافیدانان عرب راجع به این موضوع نوشته که یک قصر باغ در اون منطقه بوده که به دستور بهرام گور ساخته شده بوده. پس در اصل وقتی بار اول اونجا مشغول به کار شدم به این نتیجه رسیدم که احتمالاً این کاخ یه دژ ساسانی بوده که در قرن 5 میلادی به دستور بهرام گور ساخته شده. خب میبینین که یه مرد کوچیک اونجا و یه مرد کوچیک اینجاست و یه نیزه در دستشه و به سمت چیزی که به نظر من کفدار بوده نشونه رفته. شیر نیست، اما این نبرد با جانوران یه روش برای بیان این بوده که اون آدم چقدر مهمه. این مضمون رایج در آثار هنری خاورمیانه است. من جنگاور بهرام گورم. بعد وقتی کار را به طور جدی با گروه اعزامی از کانادا شروع کردیم و بعد هم کارهای جدی تری انجام دادیم، روشن شد که اون آثار متعلق به ساسانی ها نیست و باید متعلق به اشکانیان باشه. خب من کم کم فکر کردم که باقی این آثار مثل اون قلعه چه چیزی و کجا ممکنه باشن.
و به این نتیجه رسیدم که این شمایل یک مرد ورزیده اشکانیه. میتونین یه پادشاه شورشی خطابش کنین یا یک سردار شورشی. الان عقیده من اینه که قلعه یزدگرد در واقع دژ یک سردار اشکانی بوده. باستانشناسی با روحیه من جور در میاد، چون من آدم عملگراییم و دوست دارم کارهای فیزیکی بکنم. نجاری دوست دارم و خب مشخصاً باغبانی هم دوست دارم. من کلی سازه با آجر و سنگ و چوب ساختم. باستانشناسی این جنبه ها رو داره. ما خاک رو میکنیم، اشیا رو بیرون میاریم و این جنبه عملی کاره. اما یه جنبه ذهنی هم داره که باید سر در بیاریم که همه اون اشیا چه معنایی دارن و به خاطرش باید تاریخ مطالعه کنیم. این ترکیب دست و مغز برای من ترکیب کاملیه. به شخص برای من اینطوره. اما در طول دوران کار حرفه‌ایم خیلی بارها از من پرسیدن که اول از همه از کجا میفهمی کجا رو باید حفاری کنی و فایده باستانشناسی اصلا چیه؟ واکنش من به سوال دوم اینه که با تجربه من در آمریکای شمالی تمام مدت میبینم خیلی از مردم دارن از گذشتهشون جدا میشن و به عنوان مهاجر یا پناهنده به اینجا میان و یا ممکنه از مهاجران نسل اول باشن. اونا چیز زیادی از گذشتهشون نمیدونن. ما گاهی کلی هزینه میکنیم و با کارشناسان تبارشناسی مشورت میکنیم و تازگی هم که علاقه زیادی به تحلیل DNA پیدا شده تا آدما بفهمن اهل کجان. من میدونم اهل کجام. من تو شهری به دنیا اومدم که تاریخش به 2000 سال قبل برمیگرده. پس هیچ وقت برای من داشتن تبار تاریخی مسئله نبوده. ولی فکر کنم باستانشناسی میتونه به اون مردمی کمک کنه که نمیدونن تبار تاریخیشون به کجا میرسه. اما حتی اگه بدونن که روس یا ایرانی یا ترک هستن، در مورد تاریخ کشورشون چی میدونن؟ بنابراین کمک من اینه که یک تصویر یا یک توضیح برای گذشته‌ای که داشتن ارائه بدم و به همین دلیل فکر میکنم باستانشناسی نقش اساسی داره. دکتر کیل به دلیل علاقه‌اش به ایران باستان با آیین زرتشتی نیز آشنا شد و در مورد آتشکده‌های زرتشتی پژوهش کرد. تو دورانی که ایران بودم و آثار دوره ساسانی رو بررسی می کردم به موضوع آتشکده‌ها خیلی علاقه‌مند شدم و مدت زیادی رو صرف سفر به طور خاص به استان فارس بین کازرون و فیروزآباد کردم. در اون دوران شاه مشکلات زیادی برای خلع سلاح ایل قشقایی داشت و گرفتن مجوز از ساواک که پلیس مخفی بود کار آسونی نبود. پس در این مورد خاص که میدونستم کجا میخوام برم یه دوچرخه کرایه کردم تا بتونم ایست بازرسی های ژاندارم ها رو دور بزنم. البته در نهایت که تونستم به روستا برسم بازداشت شدم و منو به یک مأمور ساواک سپردن تا منو تا شیراز همراهی کنه. اما تاکسی که کرایه کرده بودن خراب شد و مجبور شدیم یه اتوبوس رو نگه داریم تا سوار بشیم. اما اتوبوس پر بود. به ما چند تا جعبه چوبی دادن که بین صندلی‌ها روشون بشینیم. به این ترتیب با جاه و جلال به شیراز برگشتیم. در تورنتو زرتشتیان حضور قابل توجهی دارند. در تقاطع بیویو و استیلز یه آتشکده فعال دارن و
اونجا یه آتش دائمی دارن و مراسم خودشونو برگزار میکنن. من اونجا در مورد مطالعاتم درباره آتشکده‌های باستانی ایران سخنرانی داشتم. من احتمالاً باید 100 سال در ایران کار میکردم. کلی کار میشد اونجا انجام داد و من امیدوارم که سازمان میراث فرهنگی ایران در زمان مناسبش کارهای بیشتری در اون نقطه انجام بده. قطعاً اونجا سایت خیلی خیلی مهمیه. دور دوم حفاری‌های باستانشناسی در این مکان تحت نظر یوسف مرادی در سال 2007 آغاز شد و حفاری‌ها در همان سال با مدیریت مسعود آذرنوش و سپس در سال 2009 با مدیریت ناصر نوریزاده چگینی ادامه پیدا کرد. من در دهه 1980 با برنامه‌ها، سخنرانی‌ها و تدریس در دانشگاه خیلی فعال بودم، اما همه اون فعالیت‌ها برای مخاطبان دانشگاهی بود. در سالهای اخیر همکارم سو کانتون با استفاده از فناوری مدرن که الان همه جا حضور داره کمک خیلی زیادی به من کرده. بنابراین به جای کتاب نوشتن با اسلاید سخنرانی میکنم و این کار کمک زیادی کرده تا مخاطب وسیع‌تری داشته باشم. من در کودکی در انگلیس بزرگ شدم. انگلیس کشور کوچکیه و پرجمعیت و برای هر کاری که بخوای انجام بدی قوانین و مقرراتی وجود داره. راه رفتن روی چمن ممنوعه. از سمت راست حرکت کنید، از سمت چپ حرکت کنید و از این قبیل چیزها، چون این تنها روش بوده برای اینکه آدما بتونن متمدن بشن. وقتی رفتم ایران برام شگفت‌انگیز بود که میتونستم در دشت فراشبند 8 ساعت راه برم و فقط یه چوپان اونجا بود و هیچ کس دیگه ای نبود. اون منظره هوش از سرم میپروند. آسمونش بی‌نظیر بود. کم کم شروع کردم از فرهنگشون چیزایی یاد گرفتم. واقعا تجربه هیجان انگیزی بود. سال 1978 که ایران رو ترک کردیم دیگه هیچ وقت برنگشتیم. بعضیا میگن چرا نمیخوای برگردی ایران؟ خب من هیچ وقت نخواستم به ایران برگردم، چون فکر میکنم تحولاتی که اتفاق افتاده اون تصویری رو که من از ایران داشتم نابود کرده. به همین دلیل سال هاست که انتخابم برنگشتن بوده.